خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان روز 20 ایول سال 2022 با استناد به منبعش در حکومت دوشتیج ولایت سوخت خبر داد که کارمند کمیته آبادانی این نویه واقع در شمال تاجیکستان با نام صحابالدین منوروف دو زن فراش را کشته است. هر دو زن از یک خانواده و ساکن جماعت غزنترک بودند. بنا به اطلاع سپوتنیک آن روز نصر این دو زن برای پاکاری بنای اداره زمینساز رفتند و در این هنگام یک کارمند اداره آبادانی حاضر شده هر دو را به قتل رسانیده است. سبب کشتن این دو زن معلوم نیست. منبع سپوتنیک در حکومت نویه دوشتیج گفته است از شنیدن این خبر مودش ما کارمندان حکومت تا حال در حالت شوک هستیم. چرا کارمند اداره آبادانی دست به این کار زد برای ما معما است. منبع سپوتنیک گفته است که مقامات ملی سه نفر گمانبر را دستگیر کردند و در رابطه با این حادثه از جانب دادستانی بر اساس ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام کشتار دو نفر پرونده جنایتی باز شده تفتیشات ادامه دارد. به صحابالدین منوروف برای کشتن دو نفر تا 25 سال زندان و یا حبس عمرباد تهدید میکند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اخیرا خبر داد که در نیمه اول سال در تاجیکستان از جمله 22 آدمکشی و سوء قصد به کشتار ثبت شده است. در نیمه اول سال 2021 در تاجیکستان 20 کشتار رخ داده بود.